دین مقدس اسلام تمام نوع عیدها را غیر عید رمضان و غیر عید قربان انکار میکنند. ما فقط دو عید داریم و این دو عید هم بعد عبادت شکرانه نعمت الله تعالی که الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق داد که ما 30 روز یا 29 روز ماه مبارک رمضان را روزه گرفتیم و علل خصوص 10 روز آخرش که در جستجوی بهترین شب قرار داشتیم و سحری پایان ماه مبارک رمضان عید است برای شکرانه نعمت الله تعالی که برای ما توفیق داد که توانستیم در این ماه الله تعالی را عبادت کنیم. و این چنین عید قربان هم بعد 10 روز بهترین روزهای سال است. 10 روز ذوالحجه، اول ذوالحجه که بهترین 10 روز در داخل سال است و این 10 بسیار روزش روزهای مبارک است و شبش هم شبهای مبارک است و در این 10 هم عبادت نماز است، قربانی هست، حج است، عمره هست و روز نهمش روز روزه هست که روزه داشتنش 2 روزه گناه بخشیده می شود. این 10 بسیار 10 مبارک است. وقتی که این 10 را با عبادت که گذرانیدیم به شکرانه این نعمت الله تعالی روز 11 روز 10مش آخرین روزش عید میکنه. یعنی این دو عید هم به مناسبت دو عبادت. اما عید این میلاد حضرت عیسی علیه السلام نه یگان عبادت در پیش دارد و این تاریخش هم تاریخ دروغ است و نادرست است، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما دو عید را مشروع کردن و غیر دو عید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگر یگان عید را اعتراف نکردند، یگان عید را جشن نگرفتند و به ما سپارش هم ندادند، بلکه گفتن که من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که به قوم خود را تشبیه دهد، مانند کند، حتی در ظاهر، در لباس پوشی، در راهگردی، اگر خود را به قوم مانند کند فهو منهم، او از جمله آنها است. این حدیث ابو داود است، حدیث صحیح است.